خوش آمدی پسرم. خوش باشه دپا. سیلا با مکتب رفت؟ بله حاضر رفت. دیر کردم، از امنیت جغ زده بودن. در محله تقسیم جنگ کردن. تا صبح در آنجا بودم. صبحانه نکرده باشی آماده کنم. نه اپا نمیخواهم، لیکن اگر یک پیاله چای میدادید خوشحال میشم. حاضر میارم. او با پینار چی ارتباط دارد؟ به خدا و زور او را به مکتب فرستادم تا تمام نکنم نمیروم گفت. این عکس رو که اینقدر پورا پورا کرده است، این عکس کیست؟ افسون بازکایه. چی شد رفتید؟ فهمم 24 ساعت آنجا را نظارت کنید. کوشش کنید کسی شبهه نکند. کسی که به خانه خانم افسون رفت و آمد میکند به من خبر دهید. از کجا میدونی که کی زنگ میزند؟ من فقط روزی مردنم رو نمیدونم. در اصل در این هم یک سنه هست. با من نگاه تاوری گبزن که باور کنه. گوش میکنم. روز بخیر. شما دنیز گورمان هستید؟ بله این من. پینار روزگو رو میشناسید؟ پینار گفته؟ این گونه آدم رو نمیشناسم. مرا ناراحت نکنید. ایستید، خاموش نکنید. الو. آفرین همشیره. تو با این قابلیتت باید در کینو نقش اساسی را بازی کنی. تو بر این کارگردانی خوب نیفتم، برای همین. همه چیز وقتی خود رو داره. در وقتی واخوری هم سیر را فاش نکرده گبزن. انا بعد میبینی. امروز این کار رو حل میکنم. اگر در زیر زمین هم باشد او رو میابم. مادر جان دهانتان رو گشایید. مادر جان بینید هیچ چیز نخورده، بیمار میشوید و خیر. خورید. این طور باشد شیرتان رو نوشید. امنه یک لحظه اینجا بیو. زودتر بیو. مادرم اینجاست. مگر یکان چیز رو میفهمد؟ من بر اومدنیم. اگر خواهی تو رو به مکتب میبرم. وزیر اتوبوس می آید. بگذار آید آخر. لیکن تو نشین. مایلش. پدرم چی؟ اوه پدرت که ها بر اومده رفت امینه. تو رو انتظار میشوم. زیاد منتظر نکن فهمو. مادر جان میدونید سعید به من خیلی پسند است. چی گپ است؟ تو رو می جستم لیکن با فکرم خطا کردم. باید اتاق امینه رو می دیدم همین طور نه؟ با من نگر سعید.
چیکار کردنت رو خیلی خوب میدونم، لیکن وقتی با تو مشغول شدن رو ندارم. به هر حال تو امشب به خونه نآی. من هم انتظار بودم که کی مرا پیش میکنید. نه حالا نه، لیکن به رفتار دقت ده. خودت رو در نظرم بد نکن، مرا به غضب نآور. من می بودم همین طور میکردم. مایلش میکنم. حالا باشد با اجازت شما. پینار اینجاست. پینار اینجاست. انا پینار در نزدت. از دستت چیکار میآید؟ فریده بیچاره. اکنون عذاب‌هایت تمام شده، زیرا این آخرین ساعت‌های عمرت هست. میفهمی؟ تا بکی پنهان میشوم. در این خانه چیکار میکنم؟ به خدا دلم تنگ شد. با تو نترس گویم دروغ میشود. ترس فریده، خیلی سخت ترس فریده. زیرا امشب یا شاید تا سحر زنده نمانی. مرا فهمیدی؟ شنبه توستان نیسته باش. مرحمت. من زنگ زده بودم. با شما صحبت کردن میخواستم. من صحبت کردن نمیخواهم. یک لحظه ایستید. خواهش میکنم، یکان اعتبار ندارم. فقط در خصوص پینار ازگور یک چند سوال میپرسم. پینار ازگور رو نمیشناسم. لیکن او شما را میشناسد. در دفترچه اش نامتان است. این رو به پلیس خبر دادید؟ اگر با من صحبت کنید به پلیس خبر نمیدیم.
چی شد؟ با یگانجا رفتنی بودید؟ هر چیزی میخواهید پرسید، بعد از اینجا برآمده روید. پینار از کجا میشناسید؟ من پینار رو نمیشناختم. یک کس ما رو شناس کرد. کی؟ یک دکتر. دکتر چتین؟ بله. او رو از کجا میدونید؟ مرد برای همین میدادم. این کارو پینار کرده میتر نه؟ حالا باشد از پس شما شده است. گوش کنید، آن زن خطرناک است. از او حذر کنید. چرا به شما قصد دارد؟ چون که در جراحیش اشتراک کرده بودم. او بیمار است، وگرنه کدام آدم روی کسی دیگر رو میخواهد. روی کی رو خواسته است؟ روی یک زن زیبا رو و هم مشهور. عکسش در روزنامه چاپ شده بود. آن زن همین بود. خوب نگاه کن، همین بود. بله، خود را مانند همین زن کرد. شما او را از کجا میشناسید؟ او همسری من است. همسری من. ای خدا، این ناممکن است. نیتش در توی جای افسون را گرفتن بود، لیکن چشم دکتر از پول سیر نشد. به توی شما برای سیر را فوش کردن رفته بود. خدا جزایش را دهد. من چی کار کردم؟ اون آدم رو من با دستان خودم راندم. با دقت باشید، او از فکرش نگشته است. فرصتی مناسب رو انتظار است. البته فرصت رو انتظار است. سایه بر این از پسمان است. همسرتون رو احتیاط کنید. در اولین فرصت به او ضرر میرساند. خواهش میکنم به من کمک کنید. خانهش رو میدونید؟ من مبلغ زیاد دارم. با شما مبلغ میدیم. بله، خانهش رو میدونم. یک مرتبه همراه دکتر رفته بودیم. سراغش رو دهید. چقدر پول میدهید؟ تمام، همین قدر؟ تمام. این طور باشد پولی مرا ده. بادام دهم چی؟ نقش مردن را هم خیلی خوب بازیدی. افسوس حیف شد. نخوردن نبرو.
پس از خوراک داروهای خریده‌ام رو هم بخور وگرنه صحت نمیشوی. من چطور صحت میشوم مادر؟ چطور؟ آخر زخم دار هستم. چرا انتظاری پسرم؟ شاه را ببر. تمام جنگ نمی کنم. ببر. من میبرایم اکا. آفرین به تو خیلی با عقل شده ای. آدم باید در وقتش از بازی برآمدنش را داند. حق است دکا. سردار دکتر زنگ زد. عملیات نمی شود. تکین دختر آورده نتوانست. چه خیلی آورده نتوانسته است؟ پولش را نگرفت مگر؟ به خدا در یگان جا نمی نماید. مشتری هم انتظار است. با تکین زنگ زن. دیگر بچه ها را هم خبر ده. زود از پی کار شو. رو. خوب شده است. با سعید زنگ زن. به او گپ دارم. باز دیر کردم. با درس دویم هم دیر میکنم. یگان دروغ گوی. مادرم بیمار شد گوی و هم دروغ نمی شود. گوش میکنم. سعید با من تاجیلا آدم لازم. تو یافته میتوانی. در مدت یک چند روز باید یابی. مشتری همون تیار. در اصل یک کس هست رو لیکن اول باید او رو آماده سازم. پسرم بهانه نکن. یک بلا کن. این کار مکافات خوب دارد. همین طور گوید. شد شما این کار را حل فکر کنید تا باز دید. تا کی در ماشین سر و گشت میکنیم؟ کاش به یگان جا میرفتیم. میدونی که روزانه در مکتبم. بگاهی چی؟ برآمدن نمیتوانی؟ نه خیر تشکری زیاد. امینه امشب تو رو گریزم. آخر پدرم اجازت نمیدهند. امینه با تو میگریزم میگویم تو یگونه آدمی هستی که هنگام گریختن از عائلت اجازت میگیری. آخر این چه خیلی میشود؟ یک دروغ خورده که میگویم. مثلا شب در خانه دوگانه میایستم میگویم یک قهوه خانه زیبایی است با اونجا میرویم. حیرانم. یا اینکه با من باور نمیکنی؟ نه گپ در این نیست. گوش کن اگر خواهی همراه دوگانه‌ات رو گیر. من هم رفیقم رو میگیرم. من یک بار با دوگانم صحبت کنم بعد به تو خبر میدهم. مایلش تا باز دید. امینه اینجا بیا. تا باز دید. کجا شدی؟ از اتوبوس دیر مونده برای همین سعید مرا آورد. سعید گفتی؟ خیلی زیبا بود است. او کیست؟ پسری اوگای اپای افسون. با تو یک چیزی گفتنیم. سعید میگوید که یک شب یک اونجا برایم. هر دویتان دوگانه داشته باشی او رو هم بیار گفت. این طور باشد میبرایم. با کجا میرویم کنی گپ زن؟ با یک قهوه خانه نو میرویم گفت. من آنجا رو میدونم خیلی جای زیباست. حتما باید رویم. جوانی با فهم بوده است. فکری خوب کرده است. خوب است لیکن من از پدرم چطور اجازت میگیرم؟ دروغ‌های کلاسیکی. تو در خانه ما هستی. من باشم در خانه شما. همه شب.
چی شد؟ در اصل من باید از تو پرسم چی شد؟ یگان نتیجه هست؟ یگان نتیجه نیست. کاف تو کاف کرده است. تو پیدا کردن پینور همین طور ترسیده میگردیم شرف؟ چیکار کنم اصلا؟ با فکر تو چیکار کنم؟ یگان کارکو من خاطر من این طور زندگی کردن نمیخوام. تو باید که پینور رو نیست کنی. الو شوهرت ساعت هاست که فکر میکند. خوش باور کرد. چرا از پس ما نشد؟ باور کردم اما معلوم است که تو حال به خلاصه این آمده است. یعنی همین طور هیچ کار نکرده شرف رو انتظار میشوی؟ نخواد من انتظار شوم. برای زودتر انجام دادن کار چاره اندیشیدم. چه خیل چاره؟ بگاهی اخبار رو تماشا کن. سورپریز. به فکرم می رود احتمال به خانه برمیگردد. میلش بگوهی با شرافتم آرامانه خواب میکنید خانم نباهت. به خانه‌ات برگرد. پدر جان یک چیز پرسیدن میخواستم. گفزن دخترم. امشب در خانه سنم شب نشینی دخترها بوده است. ممکن است من هم روم؟ دوگانه هایم هم جمع میشوند. چه خیل شب نشینی؟ شب نشینی دخترها جمع شده شب نشینی میکردند. کیف و صفا میکنیم گوی درست تر است. آخر بیبی جان همه دوگانه هایم جمع میشوند. التماس بگذار رود در خانه زیغ میشود. هیچ نباشد نفری از اویلمون خوشحال شود. پدر جان چی من نروم؟ البته نمیروی. سخنان کمیسر رو نشنیدی؟ تو باید در خانه باشی. خیر از این تو چند ساله شده؟ حالا تو کودکی. تو باشی او را هوا نده افسون. چون که او دختری من نیست همین طور. چرا این طور؟ شو جنجال نمی کنیم شرف. امینه با اتاق دارد دخترم. کودک بودم. من اکنون دختری کلان شدم. دوگانه هایم به سیر و گشت می روند. تماشای فیلم و قهوه خونه می روند. هم دوست داشته هم دارند. مادر جون باری اول به این حال افتادم. وقتی که او رو می بینم دلم به تپش می دراید. رخسارهایم سرخ می شوند. عشق همین است مگر؟ یعنی من عاشق شدم. از صحبتتون سر نمی شوم. اوه خیر من میبرایم. و شما شب خوش.
گفتن شیرت رو فراموش نکن. مرا مسخره میکند. اوف پدر، مرا شرمنده کردید. چی شد سنم؟ امینه تو نمیایی؟ مرا جواب دادند. آمده نمیتوانم، پدرم اجازت نداد. سعید چی؟ او میآید؟ نمیدونم، بر آمده رفت، او رو ندیدم. خیر مایلش، اهمیت بدی امینه، زیخ نشو. خیر تو بازدید. تمام دگونه. خیر جانتم. My style so fresh, my flow so clean, I stay so good, I'm in, I ride for the team. If it ain't about change, I don't know. My style so fresh, my flow so clean, I stay so good, I'm in, I ride for the team. If it ain't about change, I don't know what you mean. If it ain't about change, I don't know what you mean. My style so fresh, my flow so clean, I stay so good, I'm in, I ride for the team. If it ain't about change, I don't know what you این سکوی یابایی از پس تومهشان تا لحظه های افسون تلویزیون را پس در کن، به عصبم نمیخورد. پس چیکار کنیم شرف؟ عزا گیریم. من به غم اندوه تو چیکار دارم؟ حیات ما رو دوام میدهیم، تلویزیون تماشا میکنیم، تلویزیون رو میکشیم، به باغچه میبراییم و چنگل های تیز دارند. پسرم به تو چی؟ هر چیزی میخواد تماشا کردن گیرد. صداش را بلند کن. چی شد؟ از فکرت گشتی؟ بلند کن. тамошобинони гиромӣ, имрӯз дар маҳаллаи болои кӯчаи Истанбул ҷасади зане бо гардани бурида ёфт шуд. тафтишот муайян кард ки кушташуда Денис Гурман буда, дар яке аз беморхонаҳои шаҳр ҳамшира шуда кор چی شد پسرم؟ طبعت خیره شد؟ راز شرف، با تو چی شد؟ تو اون زن رو میشناسی؟ تو چی ها میگی؟ از کجا میشناسی؟ дар мусобиқаи ҷумҳуриявии New Contact Kickboxing сазовори ҷои аввал гардида медали افسون من باید با بیرون برایم. در و تلویزیون را نصب محکم کنید. چی شد؟ با کجا؟ کمی هوای تازه میگیرم. یگان کس با بیرون نبراید، فهمیدید؟ عصب‌های پسرم تماما خراب. از کجای باز پینار پیدا شده است؟ خانم نبوهد، از کجا آمدن خطر معلوم نیست. چه خیلی که گفتن بلون نخواست از زیر پا میبراید. یک توفه غیری چشم داشت شد. چی شد؟ برآمد؟ فهما ما آماده ایم. کم ماند. شوهرت برای بردنت می آید. راست می گویم. رسیدیم به آخری بازی. خوبی خوش جانکم. با من حکایه می خونید پدر؟ مایلش، لیکن فقط یک تا. یگان واقعه شد قاسم؟ نه رفیق کمیسر، کمی پیش شرف از خانه برآمد. عین حال در خانه تنها زنها موندند. خبردار کن گفته بودید، برای همین زنگ زدم. فهمیدم، با دقت باش. اگر یگان نویگری شد حتما به من خبر ده. خونید پدر؟ مایلش دخترم، کمی صبر کن. این کتابی نو است؟ هم نو و هم کهنه. نگارت اونجایش دریده است. جایی دریدهش مهم نیست، مهم معلومات های در آن بوده. آنها برای تو نود. کی میداند این کتاب تا به دست تو رسیدن در دست کی ها بوده است؟ اگر این را در راه گم نمی کردند کتاب به دست تو نمی افتاد.
کی میداند به دست و باز به دست کدام آدم میافتد. تا وقتی که در دستمان است از آن بهره خواهیم گرفت. کو یک حکایه را انتخاب کن. این همین؟ مایلش؟ خداوند حضرت سلیمان را برای اداره دنیا قدرت داده است. شاهیگری او آنقدر بزرگ بوده است که حیوانها، حشرات، پرنده ها، شمال و دیگر همه مخلوقات در تحت امر و فرمان او قرار داشتند. با نوبت همه چی هنر داشتنشان را نقل کردند. وقتی سخن به هدهد میرسد، هدهد آن چیست پدر؟ پرنده هدهد یعنی ما در کودکیمان همینطور میگفتیم نولی درازی باریک دارد، در بالای سرش مثل خروس تاج دارد. خب دوام میدهیم. وقتی سخن به هدهد میرسد: ای رسول خدا، خصوصیت من همین است که وقتی از بالا نگاه میکنم آب در زیر زمین بوده را میبینم. اگر به سفر برآمده برای همراهتان برید، برای لشکرتان آب پیدا میکنم گفته است. این خصوصیت هدهد به حضرت سلیمان پسند آمده است. زاغ به او بخیلی نموده، در حال اعتراض میکند: سلطانم، او دروغ میگوید. اگر این گونه هنر می داشت اول دامهای در روی زمین بوده را میدید. دامهای روی زمین بوده را نمیبیند و آب در زیر زمین بوده را چطور میبیند؟ این ناممکن است. سلیمان علیه السلام کمی فکر نموده به هدهد نگریسته: به سخنان زاغ چی میگویی؟ گفته است. هدهد: ای پیغمبر خدا، من دروغ نمیگویم. من فقط آن چیزهایی را که خداوند به من اجازت داده است دیده میتوانم. اگر در نصیب و تقدیرت به دام افتادن باشد حتما دستگیر میشوی. اگر خداوند بخواهد چشمانت را بینا میکند، اگر نخواهد نابینا میکند میگوید. به حضرت سلیمان سخنان هدهد بسند آمد و به کجایی که سفر نمیکرد او را همراهش میبرد. قصه در همه جا به پایان رسید. وقتی خواب کردنی سیله هم آمد. که خواب کن دخترم. تمام. اکنون مرایم خانم تمام. میتوانید روید. تو زود رفته امینه رو جیغ زن. تو این شیر رو به خانم نباید ببر. میدونی که تو شیرش رو ننوشد خوب نمیکنم. شده است خانم. آهسته آهسته این خونه رو گفته با فریده تنها میمونم. مرا جیغ زدید اپا افسون. بیا جونکم نشین. شب نشینی حالا هم به آخر نرسیده است؟ شاید به آخر نرسیده باشد. چرا؟ پدرت بر اومد. بیاد باشد خوب است. اگر خواهی یک تاکسی رو جیغ زنم تو هم رو. پدرم. امینه تو فکری پدرت رو نکن. او یک مرد از زمان عقب مونده است. اما تو جوانی باید کیف و صفا کرده گردی. خودت همین رو میخواهی. این سر بین هر دیامون میموند. کلید خونه رو گیر. شب پنهانی میدروی. تشکری زیاد اپا افسون. من نمیگذارم که تو زیغ شوی. کنی رو.
میکنم آقای شرف. من یگان واقعیت شده است؟ نه. در خصوص پینار یگان چیز پیدا کرده؟ حالا نه، لیکن دیروز وقتی با خانم فریده صحبت کردم و من یک عکس پاره پاره شده را داد. من اون پاره های عکس را با هم یک جا گذاشتم. خیر؟ عکس خانم افسون برآمد. در حالی که من از خانم فریده در خصوص پینار پرسیده بودم، به سرم یک فکری می آید، لیکن کمی بی‌عقلانه به نظر می رسد. چیست؟ پینار شاید با واسطه جراحی پلاستیکی خودش را به خانم افسون مانند کرده باشد. این باور نکردنی است. چرا او این کار را کند؟ برای شما را عذاب دادن. وگرنه خانم فریده چرا خانم افسون را پینار میگوید؟ آقای عزیز، او بیمار است. سخن درباره آدمی صحت نرفته ایستاده است. یا او بیمار است یا ما. من نزدیکی خواهیم فهمید. جواب ده سنم، جواب ده خیر. یا اینکه خوب است. کیست؟ مادرت زنگ میزنه؟ نه، من علاقه به بلوغت رسیدم. چرا به من زنگ زنه؟ فهمم خانم. فریده من اینجویم. فریده بیا مرا یافتم میتوانی؟ فریده اینجایم، با سوی آوازم بیا. من اینجایم فریده. زودتر بیا فریده. فریده من اینجایم فریده. فریده 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 فریده.
رنگ و باری رویم بیزیب شده است. حاجت نیست خوش روی کم. تو به مکیاژ هم زیبایی. انا نگار آمد. اکنون به من باور کردی؟ صبر کن کمی بعد تو رو به نزدش میفرستم. تو را کن. همش تمام. رفته زندگیت را دوام دادن کرد. اگر عمرت باقی مانده باشه. ابله اینا به کار گریخته است. شرف مرا نشناختی، من افسونم. تو چی طور این کارو کردی؟ من گناه ندارم، مرا فریب دادند. دروغ گوی، تو پینار هستی. میدانم که رویت رو جراحی کرده ای. یعنی تو رو هم فریب دادند؟ تو اینقدر زنی مکار هستی، اینقدر ایستانی پستی. اکنون بازی با آخر رسید. این بعد دیگر هیچ کس رو فریب داده نمیتوانی. شرف یک بار به من گوش کن، به چشمانم نگر، التماس. از جویت نجوم. شرف خطای بزرگ میکنی. حداقل یک مرتبه مرا گوش کن، خواهش میکنم شرف. خاموش. اکنون تا ابد خاموش میمونی. اکنون دو بازیگری اساسی ماند، پینار و شرف. همش تمام. از تو نجات یافتم.
فریده مادر آمینه یاسین مادر جان شما در کجایید؟ من شما رو نمیبینم، به نزد من بیایید. در اینجای مادر جان. یاسین مادر در کجایید؟ در اینجای مادر. آمینه مادر یاسین در کجایید؟ در اینجای مادر جان. مادر جان در کجایید؟ من شما رو نمیبینم، به نزد من بیایید. مادر جان بینید ما آمده. شما کیستید؟ من شما رو نمیشناسم. مادر جان من یاسین پسرتان. یاسین امینه روید از اینجا. روید گریزید، در اینجا نیستید. اینجا نخوشی روی میدهد، گریزید. گذشت مادر جان، همش گذشت آخر تمام. ما نجات یافتیم، بینید ما خوبیم. مادر جان دستتان رو دراز کنید، شما هم با نزد ما بیایید. نجات یافتید همه تون. دستتان رو دهید مادر جان، باید این فراق خاتمه یابد.
این دختر کجا شد؟ شرف؟ چرا این زن نمیمورد؟ ای خدا جان فریده فریده نون همین خیل مرده رود. خانم نباید شما چیکار کردید؟ آخری اون نمیرد شما رو کشتنید. یاری دهید یگان کس هست؟ شرف التماس من رو نجات ده. تو حالا نمرده ای؟ شرف خواهش میکنم جوان رو ببین. این آدم چیکار میکند؟ چرا تا به حال نمیبراید؟ آرام شو آرام، کسی نمیبینه.
نخستین فیلمی مستندی آقای شرف. باز در عائله پلیس کلان شده شرف. با این دلیل در 7 پوسیده می روی. کار باز از نو شروع شد.